یه لحظه است وقتی که هزاران پرنده با هم میچرخن، میپیچن و پرواز میکنن بدون رهبر، بدون برنامه، ولی انگار از یه ذهن واحد پیروی میکنن. اینا همون لحظه‌هایی هستن که کاترین کوپر توی پروژه مرمریشنز دنبال میکنه. کوپر چند ساله که با دوربینش حرکات اسرارآمیز و جمعی پرنده‌ها رو دنبال میکنه. اون میگه این رفتارا چیزی فراتر از زیبایی بصریه. یه نمایش زنده از ارتباط، هماهنگی و واکنش آنی. پرنده‌ها به جای اینکه رهبری داشته باشن، با دقتی در حد میلی ثانیه به حرکات همدیگه واکنش نشون میدن. این عکس‌ها توی لوکیشن‌هایی مثل سواحل و مراتع باز فرانسه و اسپانیا ثبت شدن. جایی که پرنده‌ها با نزدیک شدن شب شروع به شکل‌سازی‌های بی‌نظیر تو آسمون میکنن. گاهی این فرم‌ها شبیه به اشکال آشنایی میشن و برای کوپر هر فرم یه پرسش فلسفیه درباره نظم در دل بی‌نظمی. اون میگه برای من این تصاویر درباره تعامل بدون کلامه. یه زبان مشترکه، اما نه فقط از طریق صدا، بلکه از طریق حس، حرکت و شهود.